دست خودمونه، ساعت تعیین نمیکنه. اولا رفت و اومد و تو ترافیک موندن و اینا رو نداره. دوم که من همیشه مثلا بچه‌ها رو میذاشتم کلاس کلاس شنا، کلاس موسیقی پشت در تو ماشین که نشسته بودم، همیشه عادت داشتم تو اینستاگرام و اینا خود برمی‌رفتم میگشتم نگاه میکنم، پست نگاه میکنم، بیزینسمو میکنم. وقتایی مرده خودم، یا اون موقعی که رانندگی میکنم برم کاسکو تو ماشین ترینینگا تو گوشم بود، به جای موسیقی اینا رو گوش میکردم. یا آخرش هم قبل اتفاقا ساعتش دست خودمونه، هیچ کس نمیگه چه ساعتی برو، چه ساعتی بیا، چه ساعتی کار. یه روز وقت نداشتم واقعا نیم ساعت بیشتر وقت نداشتم، یه روز 2-3 ساعت وقت داشتم. و ما اینجا اکثر 90% کسایی که این بیزینس میان فول تایم دارن کار میکنن، آدمای بیکار که نیستن، همشون مثلا اکثرا یا دانشجو، معلمن، مهندسن، دکترن. به هر حال یه سری هم حالا خانه‌دار باشن، ولی خانومایی هستن که بچه رو دستشونه نمیتونن، یعنی بیکار بازم نیستن. خودش یه فول تایم جاب که چه عرض کنم، 2 تا فول تایم جاب بچه داشتن. کنارش خوبیش به اینه که دقیقاً خوبیش به اینه که تو زمان هر وقت خودشون وقت دارن این کار انجام بدن، ساعتی براشون تعیین نمیشه. دقیقاً فکر کنم مثلا با روز 1-2 ساعت زمان گذاشتن روی این بیزینس میتونن رنش کنن. حالا 1-2 ساعت به جای که تو سوشال مدیا بچرخن مثل خود من که وقت تلف کنن، هی بالا پایین بکنن، حالا دارن از طریق کار پول در میارن. آره دیگه، من قبلا فیلمای نتفلیکس رو میدیدم، نمیدونم یه موقعی خسته بودم میشستم این ریلزا رو تماشا میکردم. الان نه، الان بیزینسمو انجام میدم، کلی هم لذت میبرم. آره منم بچه‌ها میبرم پارک، همونجوری که اونا دارن بازی میکنن با موبایلن، یا بعضی موقع لپتاپم اصلا میبرم پارک، یعنی که دارم تلویزیون نگاه میکنم پیششون میشینم همونجوری با موبایلم دارم کارمو میکنم. یعنی از این تایمای مرده استفاده میکنم برای این بیزینس. دقیقاً. آره حتی یه چیز هم میگم، ببین اوایلش یه خورده تا آدم بیاد راه بیفته، یه خورده ممکنه آدم حتی مشغولتر از قبل بشه. یعنی اولش یه کاری داری کنارش، خب اینم اضافه میشه، خب این ناگفته نمونه، خب من 2-3 ماه ترینینگ ها دیگه تا زمانی که اون ترینینگ ها رو دارن میگذرونن. آره بعد که راه بیفتی دیگه 90% کار سیستم داره براتون میکنه، ما کاری نمیخواد بکنیم. برای اینکه ما در واقع فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب و تیک تاک و اینا داره برای ما کار میکنه، این پلتفرم‌ها هم 24 ساعت دارن کار میکنن. ما میخوابیم، ما مسافرت میریم، ما سر کار میریم، ما بیرون میریم، اینا که پلتفرم‌ها که نمیخوابن، اینا اون پشت دارن برای ما کار میکنن، ادای ما رو ران میکنن، آدما میبینن، ایمیل‌ها به طور اتوماتیک براشون فرستاده میشه، ما که نمیشینیم ایمیل بنویسیم. 90% سیستم یه سیستم اتوماتیکی که ران شده، افراد استفاده کردن، جواب داده، ما فقط کافی یاد بگیریم ازش استفاده کنیم. برای همینه که میگیم وگرنه معجزه‌ای در کار نیست، به خاطر اینکه سیستم اتوماتیک داره کار میکنه.